روز اول از چالش 100 روزه. اینجا 6 صبح از خواب بیدار شده بودم و داشتم به خودم لعنت میفرستادم چه کاری با خودم کردم. بعد اول کار خودم رو وزن کردم، وزنم یا خدا 94 و 65 شده. بعد رفتم سراغ صبحونه که چای، شیر داخل چایی، همون شیر چایی، 3 تیکه نون لواش، البته 3 کف دست، 1 تیکه پنیر و 3 تا گردون شد صبحونه اولین روز ما. داشتم انگلیسی کار میکردم که به لطف دوستان برق رفت و به این شکل کلاس نصف کاره موند. مادرجان برای نهار واویشکا درست کرد و البته بدون روغن، قاشق برنج، سالاد که یکم توش لیموی تازه، آب قوره و فلفل قرمز می‌خواستم بریزم که البته این همه اومد. و این شد نهارمون. کتابی که انتخاب کردم این روزا بخونم 20 داستان کوتاه از آنتوان چخوفه. برای ورزش رفتم دوچرخه سواری انجام دادم که طبق اپلیکیشن ریلایو حدود 20 کیلومتر کل مسیری که طی کردم طول کشید. برای شام عیناً همون غذای نهار خوردم، یعنی سالاد آب قوره، واویشکا و